میگویند که دعا بین اذان و قامت مستجاب است. میگویند با چی دلیل چنین میگویند؟ دعا اصلا در همه حالت انشاءالله قبول است اگر همه شرط هاش باشد و بعضی مانعه های دعا های پیشی راه دعا رو میگرفتگی عمل ها یا سبب ها است. اگر اون سبب ها دور کرده شود و شرط های دعا اجرا کرده شود دعا در همه حالت قبول است. لیکن بعضی حالت های هست که در آن حالت ها قبول شوی دعا نزدیکتر است، تیزتر قبول می شود. از جمله بین اذان و قامت، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتند که لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامه، بین اذان و قامت دعا رد کرده نمیشد. در این مسئله بعضی برادرها سوال کردند که مثلا زنها با آنها نماز جماعت واجب نیست، زنها به مسجد نمیرن بین اذان و قامت تا اینکه دعا کنند. آیا میتونن که اذان که شنیدن مثلا از تیریزه اذان آمد یا اینکه به ساعت نگاه کردن که اذان گفته شد بین اذان و قامت غالبی مسجدها 10 دقیقه 20 دقیقه میایستند. در همین بین در خانه دعا کرده میشود برای اینکه عمومی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که در بین اذان و قامت دعا رد کرده نمیشود گفتن عمومی سخنی پیامبر در بر میگیرد که میتواند زنها و کودکان از خانه خود دعا کنند.